مسیرهای طولانی رو با قدم‌های کوتاه میشه پیمود. مهمترین گام اوله. تصمیم گرفتیم، شروع کردیم و با هم قدم برداشتیم تا بر فراز قله بایستیم. ما در گروه فرجامی امیدواریم. امید یعنی برای رسیدن به هدف بستر و ابزار لازم رو داریم. خب الحمدلله رب العالمین در شرکت حلوایی کبیر یزد و برند فرجامی حاج آقا بستری رو برای ما در گروه ایجاد کردن که بسیار ما رو برای رسیدن به هدف امیدوار میکنه.